صادق باشد، ثابت باشد، ثابت باشد، ثابت باشد. الثبات 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 الثبات. ناامید نباشد، عاقبت از آن شماست، عاقبت از آن شماست. به یاد بیارید اون غریب بودنی رسول الله، به یاد بیارید اون اذیت و آزاری که مشرکین به سر رسول الله کرد. رسول الله، کلمه رو فکر کنید، رسول الله، خلیل الله، از آدم علیه السلام تا آخرین روی این دنیا بهترین انسان کی است؟ سید ولد آدم کی است؟ دوست داشته ترین فرزند آدم در نزد الله کی است؟ محمد علیه السلام. اولین قبری که از قبر، اولین انسانی که از قبرش روز قیامت میخیزد. روز قیامت پرچم و لیوای لا اله الا الله در دست اوست. اولین کسی که الله به او اجازه میدهد که سخن بکند و گوش میکند و برای او شفاعت و مقام محمود را میدهد، این کیست؟ محمد رسول الله است. انا همین محمد رسول الله را مشرکین اذیت دادند. در حالت سجده به بالای سرش شکم شتر را که زیاده از 100 کیلو هست گذاشتند، لط و کوبش کردند، یاران و دوستانش را به قتل رسانیدند. بلال حبشی را به بالای سرش تخت سنگ تسفان را در زیر آفتاب تابستان تسفان گذاشتند. گفتند که یک مراتبه در حق رسول الله چیزی بگو، اما نگفت. گفتند که یک مراتبه بت‌های ما را حق گو، لات و منات و عزا را. بلال گفت که احد 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 احد. مرا کشتی هم یکتاست که یکتاست، تنهاست که تنهاست، یگانه هست که یگانه هست، دیگر گپی ندارم. اما النصر و اما الشهاده، یا نصر است یا شهادت، به خاطر یکتا پرستی، به خاطر الله، به خاطر لا اله الا الله، در زیر لا اله الا الله. حیات پایانی ندارد، رفتی از این دنیا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ربهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا إليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این کسانی که به خاطر لا اله الا الله، به خاطر یکتا پرستی وفات کردند، اینها را مرده نپندارید، اینها زنده اند، در نزد ربشان هستند. الله خودش به اینها ریزق داده شده است. در درون جنت، در کجای جنت خواهند؟ در درون یک پرنده دور میزنند، خرسندند، شب و روز به شما میگویند که، بشارت میدهند که ما نه غمگینی داریم و نه ترس داریم. ای برادران و خواهرانم، بیایید به نزد ما، میگی ما رو ببینید، اما افسوس که از اون طرف به ما نمیرسید. بالاخره ثابت باشید.